آمستردام پایتخت هلند به خاطر کافی شاپ ها و کانال های آبیش و همچنین آزادی های زیادی که دارد مشهور است. ظاهرا این شهر در سال 1275 میلادی توسط دو ماهیگیر تأسیس و در طول قرنها از نظر اهمیت و ثروت رشد و به عنوان مستعمرات هلند در اطراف دنیا مستقر شد. همچنین شرکت‌هایی همچون کمپانی هلندی هند شرقی ثروت خود را به این شهر سرازیر کردند. شهری زیبا که با معماری‌های تاریخی به همراه طبیعتی زیبا سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. بسیاری از گردشگران تمایل دارند بارها و بارها به کافی شاپ‌های این شهر مراجعه کنند. از ویژگی‌های این شهر می‌توان به موزه‌های هنر، پارک‌های زیبا و کافی شاپ‌های شگفت‌انگیز اشاره کرد. آمستردام نسبت به دیگر شهرهای اروپایی مغروم به صرفه‌تر است، اما قیمت نسبتاً بالای هتل و هاستل مانع از این می‌شود که آن را ارزان به شمار بیاورید. منطقه توریستی در مرکز شهر تقریباً هر آن چیزی را که دوست دارید ببینید در خود دارد. همچنین کوچکی این منطقه باعث می‌شود که بتوانید با پیاده‌روی در حدود 40 دقیقه بیشتر نقاط آن را بازدید کنید و حتی ممکن است نیازی به استفاده از وسایل حمله و نقل نیز نداشته باشید. آب و هوای آمستردام را می‌توان نسبتاً معتدل توصیف کرد. همونطور که برف در آن کمیاب است، گرمای هوا هم آزاردهنده نخواهد. با این وجود این امکان وجود دارد که در بیشتر طول سال با آسمانی خاکستری و همراه نم‌نم بارون روبرو شوید. همچنین وزش باد ممکن است سرمای هوای زمستان را از آنچه که واقعاً هست سردتر کند. علاوه بر آن بارش شدید باران رایج نیست و احتمالاً به داشتن چتر نیاز پیدا نخواهید کرد. تابستان‌ها با آب و هوایی بسیار خوب در آمستردام روبرو هستید. به همین دلیل با جمعیت زیادی روبرو خواهید شد. بنابراین اگر نمی‌خواهید احساس اینکه در یک پارک تفریحی هستید به شما دست بدهد، فصل‌های بهار و پاییز بهترین انتخاب ممکن برای سفر به این شهر است. اوج هجوم گردشگران به آمستردام همچنان افزایش قیمت‌ها ماه‌های ژوئیه، اوت و تعطیلات زمستان است. فصل‌های پرگردشگر از ماه مارس تا نوامبر به استثنای ژوئیه و اوت طول می‌کشد. در نقطه مخالف می‌توان فصول کم‌گردشگر را از ماه دسامبر تا فوریه در نظر گرفت. با تمام این اوصاف قیمت هتل‌های آمستردام در طول سال تغییرات زیادی نمی‌کند و باید مغروم به صرفه‌ترین زمان را زمستان در نظر گرفت. و اما تفریحات و جاهای دیدنی آمستردام. اولین مکانی که می‌خوایم به شما معرفی کنیم کانال پرنسس میباشد. پرنسس سومین و بیرونی ترین کانال آبی آمستردام به شمار می‌رود. این سه کانال یک پروژه گسترده با حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری بودند که در سال 1612 ساخت آنها شروع و 50 سال بعد به اتمام رسید. وقتی که این پروژه پایان یافت، آمستردام 4 برابر اندازه اصلیش رشد کرد. کانال پرنسس که در سال 2009 به عنوان میراث جهانی به ثبت رسید. کانالی بسیار زیبا و ناحیه‌ای ساکت که برای قدم زدن فوق‌العاده به شمار می‌رود. همچنین اگر مایل باشید می‌توانید با پرداخت مبلغی سوار یکی از کشتی‌های کروز شوید و در طول این کانال همزمان با میل کردن یک وعده نهار دلچسب به تماشای شهر بپردازید. موزه وومبوت یا خانه قایقی شاید چندان شبیه موزه‌های دیگر نباشد، اما به شما تصویری اجمالی از سبک زندگی درون کانال‌های آمستردام را خواهد داد. هنگامی که در امتداد کانال قدم می‌زنید، فرصت دیدار از این موزه را به هیچ عنوان از دست ندهید. و اما برای کسانی که به دنبال خرید هستند، حتما پیشنهاد شود که خرید در خیابان پی سی اوفستریت را فراموش نکنند. یک نکته برای طرفداران خریدهای لوکس اینه که به احتمال زیاد این خیابان بهترین خیابان برای خرید در سراسر هلند به شمار می‌رود. علاوه بر مرکز خرید آمستردام، در این خیابان می‌توانید همه نام‌های بزرگ در ردیف‌های منظم در کنار هم پیدا کنید. اگر دوست دارید که پول خود را به راحتی خرج کنید، می توانید هر آنچه که نیاز دارید در این خیابان پیدا کنید. بازدید از موزه ونگوک. همونطور که حدس میزنید، ویژگی اصلی این موزه داشتن بزرگترین مجموعه هنری از آثار هنرمند برجسته سبک پست امپرسیونیسم پسادریافتگری یعنی ونسان ونگوک میباشد. بعضی از شاهکارهای هنرمند از جمله گل‌های آفتابگردان و سیب زمینی خورها به خوبی شناخته شده هستند. علاوه بر این در این موزه می توانید به کشف مواردی که ونگوک از آنها الهام گرفته و همچنین تماشای نمایشگاه جالب در مورد زندگی هنرمند نامدار نیز بپردازید. میدان لیدن. میدان پر جنب و جوش لیدن واقع در مرکز شهر گسترده
وسیع و مختلفی از رستوران و کافه ها از مکانهای لوکس گرفته تا مقرون به صفرا در خود جای داده. در طول روز یکی از بهترین کارهایی که میتوان انجام دهید نشستن در یکی از تراس‌های میدان و نگاه کردن به اجرای هنرمندان خیابانی در حالی که نوشیدنی خوشمزه میل کنید میخواهد بود. پس از آن و در طول شب این میدان پر از مردمی میشود که در تلاش برای تفریح کردن هستند. بازدید از میدان لیدن تجربه‌ای خارق‌العاده میباشد. اما یکی دیگر از جاهای معروف هلند بازار گل آب میباشد. اگه دنبال مکانی هستید که هدیه و سوغاتی تهیه کنید، احتمالاً این بازار مناسب شما خواهد بود. تنها بازار گل شناور جهان که گستره وسیعی از گل‌های خیره کننده در آن به فروش می‌رسد. علاوه بر آن می‌توانید انواع و اقسام بذر و پیاز گل را تهیه و برای کشت به کشور خودتون ببرید. با وجود اینکه بازار گل همیشه لذتی سرشار از احساس را به همراه دارد، اما مشخصاً بهترین زمان برای بازدید از آن فصل بهار و تابستان است. مکان بعدی کاخ سلطنتی آمستردام میباشد. کاخ سلطنتی ابتدا در قرن 17 میلادی به عنوان تالار شهر ساخته شد، اما خیلی زود تبدیل به اقامتگاه لوئیس ناپلئون برادر ناپلئون گشت و تا پایان امپراتوری فرانسه یک کاخ باقی ماند. این کاخ که در میدان دام قرار دارد در حال حاضر به روی بازار دیدکنندگان باز است. نه تنها معماری این بنا تحسین برانگیز است، بلکه میزبان تعداد زیادی نمایشگاه است که تاریخ غنی و قدیمی شهر را به نمایش می‌گذارند. بازدید از خانه آن فرانک. هنگامی که در جنگ جهانی دوم هلند توسط نازی‌ها اشغال شد، آن فرانک به همراه خانواده‌اش در این خانه قرن 17 پنهان شدند. او و خانواده‌اش قبل از اینکه پیدا و به اردوگاه‌های اجباری فرستاده شوند، موفق شدند بیش از 2 سال را در اینجا مخفی شوند. بعد از پیدا شدن دفترچه خاطرات آنه، این خانه به یک موزه تبدیل شد و توسط نمایشگاهی از اسناد مستند و تاریخی داستان آنه و خانواده‌اش را بازگو می‌کند. اگر دنبال تجربه یک تراژدی عمیق و یادماندنی در آمستردام هستید، حتما به این خانه سر بزنید. و اما پارک واندل پارک، واحه‌ای آرام در دل آمستردام که مکانی عالی برای استراحت به شما می‌رود. با وجود اینکه واندل پارک توریستی ترین پارک آمستردام محسوب می‌شود، نزدیکیش به کوی موزه از آرامش و اتمسفر زیبای آن کم نمی‌کند. به این پارک بروید، هوای تازه را با تمام انرژی تنفس کنید، به تماشای مجسمه زیبای پیکاسو بپردازید و حتی به دیدن اجرای تئاتر روباز که در طول تابستان برنامه اجرا می‌کنند مشغول شوید. بسیاری از گردشگران و مردم بومی آمستردام اوقات خودشان را در این پارک سپری می‌کنند. موزه فضای باز زانس شانس. غرق شدن در نقاشی‌های زیبای هلندی بلژیکی موردی است که در موزه فضاهای باز مربوط فرهنگ هلندی آن را تجربه خواهید کرد. آسیاب‌های بادی، معماری مسکونی عصر طلایی هلند، کارگاه‌های آموزشی و آتلیه‌ها و همه از مواردی هستند که در اینجا می‌توانید پیدا کنید. علاوه بر اینها می‌توانید درباره پنیرسازی معروف هلند و صنایع دستی این کشور اطلاعات زیادی را یاد بگیرید. همه اینها در یک چشم‌انداز بسیار زیبای روستایی و نه چندان دور از شهر برای شما فراهم شده است. پارک جنگلی آمستردام بوز قلمرو وسیعی است که فعالیت‌های تفریحی زیادی را برای گردشگران فراهم می‌کند. بازدید از مزرعه پرورش بز و نمونه محصولات تولیدی آن، یک سفر تفریحی با قایق، شنا کردن در استخرها و به پایان رساندن همه اینها با رفتن به چشمه آب گرم تجربه‌ای هستند که در این منطقه در انتظار شما خواهند بود. و اگر هر کدام از اینها برای شما سرگرم کننده نبود، احتمالاً دوچرخه سواری رضایت شما را جلب خواهد کرد. و اما آخرین مورد باغ گیاهشناسی میباشد. باغ گیاهشناسی بیشتر از یک باغ به همراه گیاهان زیبا و کمیاب به شما میرود. از اونجایی که هلندی‌ها همیشه ملتی عالی برای تجارت بودند، باغ گیاهشناسی مکانی است که بسیاری از پیشرفت‌های گیاهشناسی از در آن شکل گرفته. برای مثال سنت غربی نوشیدن قهوه با آوردن گیاهایی از عربستان و کشت آن در آمستردام از اینجا شروع شد. همچنین اتفاقی مشابه برای روغن پالم افتاده که در اینجا کشت و سپس به جنوب شرقی آسیا منتقل شدند. اما اگر بخوایم جاهای دیگر آمستردام به شما معرفی کنیم، میتونم به رستوران آی اشاره کنیم. شما در رستوران آی میتوانید غذایتان در یک ساختمان با معماری عالی معاصر که توسط دل گلمیسل طراحی شده است و مناظر خیره کننده از بندر را در اختیارتان مزمل کنید. و اینها تنها 2 دلیل خوب از چند دلیل برای بازدید از این رستوران است.
رستوران آقای ظروف غذای فوق‌العاده‌ای را با استفاده از محصولات محلی سرو می‌کند. همچنین این رستوران میزبان انستیتوی فیلم هلند است که در طول سال انتخاب‌های بزرگی از رویدادها را پیش شما قرار می‌دهند. و اما آخرین مورد بازدید از موزه امپراتوری می‌باشد. پس از 10 سال نوسازی به صورتی باشکوه در سال 2013 درهای موزه امپراتوری به روی عموم باز شد. این موزه بر روی تاریخ و هنر متمرکز شد. مجموعه خیره‌کننده آن شامل تعداد زیادی شاهکار از نقاشانی همچون رامبرانت و ورمیر می‌باشد. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید و با ما به گشت و گذار در شهر زیبای آمستردام پرداختید. ممنون میشیم که این ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون برای ما تو قسمت کامنت ها بنویسید و همچنین کانال ما رو سابسکرایب کنید.